است تو در این رقابت بازی خوب نشان بدهند با نمایش دادن این نمای عالی توانند که در مقابل دست بخچی ایستادگی کنند و آن فرق امتیاز را کمتر هم نمایند. الکی دو بازی در دوره این دور صورت گرفت. بازی اول میان دستهای کلوب مرکزی ورزش ارتش و حاصلات بود که دیروز صورت گرفت در همین ورزشگاه و ارتشی ها از جانب حاصلات با نتیجه 2-3 مغلوب گردیدند. رقابت دسته‌های سرافشان و پرواز باشد در میدان خانگی دسته سرافشان در ورزشگاه مرکزی شهر سرافشان برگزار شده بود و با نتیجه 1-1 به انجام رسید. خب امروز نیز یک بازی دیگر در برابر این رقابت باید صورت بگیرد در میدان شهر خوجند در ورزشگاه 22 استقلالیت و ما دربی شهر خوجند رو نیز متوجه میشویم. بازی دسته‌های اسقاط و خوجند است. فردا باشد یک رقابت جالب دیگر که بازی مرکزی هم است میان دسته‌های روشن و رگارت دست صورت میگیرد و با رقابت دسته‌های سردار و استقلال دور 12 رقابت‌های چمپیونات تاجیکستان و فوتبال میان باشگاه‌های لیگ عالی با انجام خواهد رسید. حالا باشد همه چیز آماده است برای شروع گردیدن رقابت و بازیگران دسته وحش صدایش که خورشید ددبویف را منتظر هستند که با بلند گردیدن آن بازی امروز رسما شروع خواهد گردید. البته که ثانیه های به شمار هم باقی مانده است. رقابت امروز باید ساعت 19:00 برگزار شود. یک دقیقه دیگر باقی مانده و محض به همین خاطر این حال هم بازیگران و هم داور منتظر هستند که وقت فرا برسد و دسته‌ها بازی خود را شروع کنند. باید یادآور شد که در بازی امروزه با خورشید ددبویف در کنارها نسیم جان منصورов و منیرخان اشارов کمک میکنند و به این ترتیب صدای که خورشید ددبویف بلند گردید و بازی امروزه میان دسته‌های بخشی و وحش در دایره رقابت‌های دوره 12 لیگ عالی رسما آغاز گردید. چگونه که گفتم در کنارها با خورشید ددبویف در رقابت امروزه نسیم جان منصورов و منیرخان اشارов کمک میکنند. داور چهارم مهربان شمس‌الدینov است. ناظر بازی ایبولون ارزاللویف و کمیسر رقابت حروبی واردانیان. حالا باشد توجه میکنیم با هیئت اولیه دسته‌ها که کدام بازیگران را امروز سرمربی‌ها همچون آغاز کننده بازی با میدان وارد کردند. در دروازه دسته بخشی رقم 27 کوای گوتسن است. همچون دفاعگران فخرالدین احتمов رقم 2 رقم 4 مهربان غفورزاده جانب عادلزاده 12 55 شهریار اینویت الله ثبت شدند. در خط نیمه مایه رقم 13 جیروسونه نباد و نظرزاده رقم 18 دارد. رقم 8 جاویدان خوشوقت ظریف زاده باشد شماره 47 دارد. موسی قهارов شماره 14 مهران مدمینov همچون حمله ور ثبت شده است. بازیگری که تحت رقم 9 هنرنمایی میکند. سرمربی دسته برقچی الفبک بیروموف است. اکنون توجه میکنیم با هیئت اولیه دسته وحش که در رقابت با حیث مهمان بازی کرده ایستادند. در دروازه رقم 16 دیمیتروف اسوف در خط دفاع 4 بازیگر ثبت نام شدند. سرگی یاورسکی رقم 13 دارد. 73 علیشیر براتوف 19 احتم نظرف محمد جان نسکف باشد رقم 23 دارد. در خط نیمه مایه رقم 10 بنجامین امپوس 81 جان تقوی‌زاده 20 پرویز بابو نظرف و میکیتا تاتارکوف تحت شماره 9 هنرنمایی میکنند. همچون حمله‌وران نورالدین امراقلوف رقم 3 و 97 سرگی اسکانیان ثبت نام شدند. سرمربی دسته وحش ظریف عثمانوف است. اکنون با رفت رقابت توجه میکنیم. محمد جان نسکف با توپ پاس به قفا با سرگی یاورسکی توسط بازیگر دیگر خط دفاع رقابت ادامه می‌یابد. توسط علیشیر براتوف تو به کنار چپ روان گردید. احتم نظرف باشد آن را ارسال کرد و چگونه که دیدیم توپ از میدان بیرون میشود از جانب بازیگران دسته برقچی. خود احتم نظرف توپ را باید از اوت با رقابت وارد کند. پس به سمت نورالدین امراقلوف اما چگونه که دیدیم در خط دفاع فخرالدین احتم خیلی خوب بازی کرده. اسرائیل نظرزاده و جیروسونه نه تو در دوره بازیگران دسته برقچی است. چون شروع رقابت است البته آغاز رقابت رو در دلخواه بازی 15 دقیقه اول رو همچون دقیقه های آزمایشی هم مینامند و ما از همین خاطر چگونه که میبینیم این حال در تشکیل و راه اندازی حمله ها دسته ها حالا سراسیمه نیستند. بهادر نظرزاده توپ را قبول میکند ارسال به موسی قهارov. اینجا موسی قهارov در کنار چپ خط نیمه بازی کرده است. در کنار راست باشد گفتم بهادر نظرزاده هنرنمایی کرده است. توپ در دوره بازیگران دسته برقچی است. از به قفا با مهربان غفورزاده فخرالدین احتمов
بازم با غفورزاده توپ برگردانده بشود. کاپیتان دسته بخشی پس با بهادر نظرزاده. شهرسونانا توپ قبول میکند. خط حمله دسته بخشی در موسم امسال لیگ اولی نسبت به خط حمله دسته وحش گل‌های برابر زدند در 11 رقابتی. هم دسته بخشی و هم دسته وحش 13 گلی را به دروازه رقیبان وارد کردند و اگر به هنرنمای خط دفاع توجه کنیم نسبت به خط دفاع دسته وحش در 11 بازی که دسته بخشی دایر کرد 3 گل بیشتر به دروازه خود سر داد. بخشی 17 گل سر داد و وحش باشد 14 گل. ارمان غفورزاده پس با ژایروسونانا امسال با کناری چپ بود با مسابقه را فهم توپ به او رفتن نرسید. بنجامین امپونسا امسال با میکیتا تاتارکوف حالا در کنار چپ آماده است که توپ را قبول کند. بازیگر خط حمله دسته وحش چگونه که دیدیم امکانیت خوب برای او واگذار کرده نشد. اکنون آیسو است بازیگران دسته بخشی فعالتر می شوند. جنوب کدیزاده پس با مهربان غفورزاده پس با کناری راست آخه که اونجا شهریار عنایت الله بازی دارد. بازم پس با خفا فخرالدین احتمال. این حال در آغاز بازی چگونه که میبینیم توپ بیشتر در اداره بازیگران دسته بخشی است اما سراسیمه نیستند و اونقدر زیاد با حمله هم نرفته ایستادند. ارسال با داخل جریمه گل امکانیت ضربه و گل. مهران مدامینوف هنوز در دقیقه 6 رقابت موفق میشود که دسته بخشی رو به پیش برارد. بهترین امکانیت بود، بهترین فرصت و در اولین حمله خود بازیگران دسته بخشی موفق میشوند که توپ رو با توری دروازه دیمیترو فاستوف وارد نمایند و دسته بخشی رو به پیش برارد. گل زود زدند بازیگران دسته بخشی و اکنون متوجه میشویم که از این به بعد با مقابل این تیم بازیگران دسته وحش چگونه بازی رو براه میمونند. خب دیدم همه بعد حمله دسته وحش پس با داخل جریمه گو و کوای گوتسن رو با دست داشته گرفت. اکنون خون و خو برای برابر کردن حساب بازیگران دسته وحش کوشش خواهند کرد و فشار هم با احتمال زیاد از جانب دسته مهمان بیشتر می شود. پایده بازی در مرکز میدان ویران گردید با مقابل مهران مدامینوف. دسته بخشی رو متوجه می شویم اما اینجا اشاره می شود که هنگام قبول پاس دفاعگر دسته بخشی جونیبک اودیزاده در حالت افساید قرار داشت. اصلا در آغاز موسم در دور اول این دو تیم با هم بازی کرده بودند، یعنی در موسم کنونی لیگ اولی این بازی دومی دسته ها است و مرحله دوم هم با همین دور آغاز گردید. مرحله دوم لیگ اولی رقابت اول در شهر بختر صورت گرفته بود و دسته وحش توانست با 2-0 بر برقچی پیروز شود. حمله دسته وحش پس به سمت جریمه کو امکانیت داده نمی شود با میکیتا تاتارکوف. اونم خوب ژایروسونانا بود. باز هم توپ در اداره بازیگران دسته وحش است.
پس با سمت محمد جان ناسکف. صوب خفو سرگی یاورسکی با محمد جان ناسکف توپ دیگر برای برگردانده شد. بنجامین امپونسا حرکت‌های صوب با مرکزی میدان موقعی که اونجا علیشیر باروتوف بازی دارد توسط کنار چپ میتواند حمله دسته وحش ادامه یابد اما ببینید که چندان امکانیت برای آنها داده نشده است در کنار چپ میدان. احتم نظرف بود تو پس با بنجامین امپونسا بریزه بهادر نظرزاده اینجا با مقابل به نتیجه بود. بازم سرگی یاورسکی توپ را قبول میکند الکی محمد جان ناسکف آماده است و توپ هم به سمت او روان کرده شد. ارسال با خط حمله ضربه میکیتا تاتارکوف و توپ از میدان بیرون شد. ضربه کنجی است. امکانیت خوب برای برابر کردن حساب برای بازیگران دسته وحش در همین حالت به وجود می آید. و اکنون توجه میکنیم که از این فرصت شاگردان ظریف عثمانوف چگونه استفاده میبرند. حتم نظرف و نزد توپ می آید. محسوب پرتاف رو اجرا خواهد کرد. الکی 4-5 بازیگر دسته وحش در داخل جریمه گوهند. پرتافت حتم نظرف و داخل جریمه گوه و بهادر نظرزاده توانست اون را برطرف کند. باز هم پس حتم نظرف ارسال با داخل جریمه گوه و گل! این چگونه گل بود که ما از جانب سرگی سکانیان دیدیم. ببینید که با گذار 4 دقیقه بازیگران دسته وحش موفق میشوند که با بازی برگردند و این اصلا مانند با ارسال بود اون عملی که ما از جانب سرگی سکانیان دیدیم. حتی دروازه‌بان اینجا انتظار نداشت که توپ به سمت دروازه پرتافت کرده می شود و به دروازه او وارد می شود. البته گلی که اینجا بازیگران دسته وحش زدن تو یک اندازه برای دروازه‌بان غیر انتظار هم بود. رقابت برابر می شود. همه چیز اکنون از 0 شروع خواهد گردید. در دقیقه 6 بازیگران دسته برخچی مهران مدامینوف گل زد و بعدا چگونه که می‌بینیم باز هم در دقیقه 10 حساب برابر می شود از جانب سرگی سکانیان. بازی ادامه بعد توپ در اداره بازیگران دسته برخچی کاپیتان تیم اون را اداره کرده شده است مهربان غفارزاده. پس با فخرالدین احتماف پرتاب به مرکز جاویدان خوشوقتов توپ را با شهریار عنایت الله پاس میدهد. باز هم توپ در اداره بازیگران دسته برخچی از ظریف‌زاده پرتافت با سمت فوگر کنار چپ با سمت شهریار عنایت الله. نه در این کنار جنبه کدیزاده بازی دارد. محمد جان ناسکف بازیگر دسته وحش توپ را زد با بازی وارد میکند. ارسال با سمت تاتارکوف پرتافت با خط حمله بود. چگونه که میبینیم نوردین همروقلوف این حال با کنار راست خط حمله آمد با کمک بازیگران کنار. اما چگونه که دیدیم قبل از این گلی که بازیگران دسته وحش زدن مست توسط کنار راست خط حمله بود. مست توسط سرگی سکانیان زده شد. پرتاف صورت گرفت. بازی ادامه می‌یابد. بنجامین امپونسا پاس به میکیتا تاتارکوف ارسال با خط حمله مبارزه میان سرگی سکانیان و بازیگر دسته برخچی بود که موفق شد و در این حالت یکی از بازیگران دسته وحش در برخوردی که با بازیگر برخچی داشت آسیب میگیرد. طبیعاً هم زود با کمکی او میشتابند. دسته برخچی در 11 بازی که در این موسم لیگ عالی شرکت کرد 5 غلبه دارد. یگان مساوی به خیر نگرفتند شاگردان الفبک براموف و 6 باخت دیگر را در امور بازی‌هایی که دایر کردند به قید گرفتند. دسته وحش باشد در 11 بازی که دایر کرد 3 غلبه 4 مساوی و 4 باخت را در امور بازی‌های دایر کرده خود این تیم به قید گرفت. محمد جان ناسکف
омода аст ки бо иҷозат додани довар ба бозӣ баргардад. Мусо Қаҳоров натавонист бро нигоҳ дорад. аут ба нафъи дастаи Вахш аст. партофи Насков ба самти Нуриддин Амроқулов буд. Микита Татарков гуриза мебарад. Мусо Қаҳоров тобро гирифт, аммо боз ҳам тавассути Мусо Қаҳоров тоб аз майдон берун мешавад. домаи бозӣ Сергей Сканян баъзи Зариф дода ба Қафо. қоидаи бозӣ инҷо ба муқобили Нуриддин Амроқулов вайрон нашуд. рақобат идома дорад. Сергей Сканян фапоғиҷи хеле олӣ Шаҳриёри Иноятулло боис барон мешавад ки бозиган расаи Бархши тӯбро бигиранд. тамо аз Баҳодур Назарзода бошад. Бенжамин Ампонса тӯбро гирифт. шуд ба самти Бенжамин Ампонса. як ҳамлаи дигари дастаи Вахшро мутаваҷҷеҳ мешавем. Бенжамин Ампонса зарбаи ӯ аммо каме сустар он анҷом дода шуд. аз замин хотир дарвозабони дастаи Бархчи ва Готсон ба ягон мушкиле тавонист онро баргардонад. чӣ гуна ки ишора кардем, дастаи Бархчи дар ин мавсими Лигаи Олӣ 5 ғалаба дорад ки дутои онро пайҳам дар ду бозии қаблие ки доир кард ба қай гирифт. ки яке ба муқобили дастаи шаҳри Хуҷанд буд, дастаи фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Хуҷанд, дастаи Парвоз ки бо инҷои 2-0 шогирдони Алифбек Беромов пирӯз гардиданд ва баъдан қабл аз он бошад бар дастаи дигари шаҳри Хуҷанд бар дастаи Хуҷанд пирӯз шуда буд. ҷо қоидаи бозӣ ба муқобили Муҳаммадҷон Насков вайрон мешавад аз ҷониби Ҷовидон Хушвақтов. қабл аз он ду пирӯзие ки дастаи Бархчи ба қай гирифта буд, се нокомии пайҳам буд аз Регарта Даст, аз Истиқлол ва аз Ҳосилот. аз 3-3 ки айни ҳол дар пойгаи қаҳрамонӣ ҳастанд дастаи Бархчи мағлуб шуд. қабл аз он бошад Сардор ва Истаравшанро шикаст дода буд. дар бозӣ ба муқобили дастаи Равшан низ Бархчи бозии хуб нишон дод ва тавонист пирӯз шавад. навбати бошад ки бозигони дастаи Бархчи Шаҳриёри Иноятулло пас ба Зарифзода имконияти идомаи ҳамла ҳаст, аммо дар дифоъ ҳунарнамои хуби Алишер Баротов боис барон мешавад ки ҳамлаи дастаи Бархчи идома наёбад. бозам партофти Шаҳриёри Иноятулло ба Ҷайрусонана. Хуршед Дадабоев ишора мекунад ки бояд аз нав тӯб ба бозӣ ворид карда шавад. бозам пас ба самти Зарифзода. тӯб аз майдон берун мешавад. бозам аут ба нафъи Бархчи аст. тӯб ба Шаҳриёри Иноятулло вогузор карда шуд. партофт ба дохили ҷаримагоҳ Меҳрон Мадаминов. Микита Татарков тӯбро мегирад. ҳамлаи навбатии бозигони дастаи Вахшро мутаваҷҷеҳ мешавем. партов ба самти Нуриддин Амроқулов. инҷо мубориза идома дорад ва Куаи Готсон ба ин ҳамлаи дастаи Вахш нуқта гузошт. бохторо бошад дар ин мавсим аз ҷониби Ҳосилот қабул кард. гуфтем дастаи Бархчи аз Истиқлол мағлуб шуд, аз Регарта Даст, аз клуби марказии варзиши Артеш ва аз дастаи дигари шаҳри Хуҷанд, аз Эсхата Бархчи мағлуб гардид. ва чӣ гуна гуфтем дар бозии аввали ин ду тим дар ин мавсим низ дастаи Бархчи бо натиҷаи 2-0 аз Вахш мағлуб гардида буд. Ҷайрусонана бо тӯб бозам пас ба канор. Фахриддин Ахтамов партов ба хати ҳамла. Меҳрон Мадаминов муваффақ намешавад ки тӯбро бигирад. партов ба хати ҳамла бозам Микита Татарков мубориза мебарад бо капитани дастаи Бархчи ва капитан аст охир инҷо муваффақ мешавад ки навбатро бартараф кунад. Меҳрубон Ғафорзода. аслан Меҳрубон Ғафорзода айни ҳол дар маркази хати дифоъ бозӣ карда истодааст. дар тарафи чап бошад Мусо Қаҳоров аст, бозигаре ки бояд имрӯз пурра канори чапи хати ҳамлаи дастаи Вахшро маҳкам
سرگئی یاورسکی پرتفتوی بلند دارد این بازیگر، اما توپ رو با ناسکوف پاس میدهد. ارسال برگشت با یاورسکی، پس با داخل جریمه‌گاه و این ضربه که ما از جانب بازیگر دست بخشی دیدیم با سمت هوا بود. بازم اوت، بازم توپ در دستان سرگئی یاورسکی، مراتب پرتاب با داخل جریمه‌گاه، امکانیت برای دست وحش به وجود میآید. کوای گاتسون توپ را توانست با دست داشته بگیرد از بالای سر نوریدین امرقلوف. فخرالدین اتمов پس به شهریار عنایت‌الله جو صد میگذارد بازیگر دست وحش. بدون نظرزاده مهران مدامینov پس هم انجام داده شد با جاویدان خوشوقتov. خیلی خوب حمله پیوست کرده شهریار عنایت‌الله، اما این را درک نکرد بازیگر دست برقچی. توپ از میدان بیرون میشود و باز هم باید آن را کوای گاتسون برای خوبت وارد نماید. البته شروع بازی از جانب هر دو دسته هم خوب بود. در آغاز رقابت هرچند کوشش برای حمله های خوفناک نبود، اما در ادامه به حضور 5 دقیقه دسته ها توانستند بازی خود را زیباتر کنند و ما شاهد گل گردیدیم. بعد از آنکه در دقیقه دهم بازیگران دسته وحش حساب را برابر کردند، دیگر امکانیت های خوبی گلزنی این حال دسته ها فراهم آورده نتوانسته شدند. خوبی دیگر از جانب محمد جان ناسکوف با فایده برخشی است. و اگر در مورد رقابت‌های دایر کردن دسته وحش حرف زنیم، بازی آخرین تیم با مقابل دسته روشن بود که تیم شهر کلوب وحش را با حساب 2-0 مغلوب کرد، آنم در سفر. در میدان خانگی دسته وحش روشن پیروز شده بود. 3 غلبه که دسته وحش در این موسم به قید گرفته است به مقابل سردار، اسخاتا و برقچی بود. دو بازی اول دسته وحش با غلبه جمع بست گردید، با نتیجه 2-0 بر برقچی پیروز شد. با نتیجه بر اسخاتا بازی رو با استروشن مساوی کرد و اینجوری سردار رو مغلوب کرد با حساب 3-1. بازم توپ از میدان بیرون میشود. باز هم تو فایده برخشی است. جنبک هودیزاده توپ رو پرتاب میکند. سوخاهاروف باز هم جنبک هودیزاده پس به جاویدان خوشوقتov باز هم هودیزاده پرتافت با مهران مدامینov و امکانیتی نوبتی برای بازیگران دسته برقچی. سوخاهاروف پرتافت او به داخل جریمه‌گاه و توپ را در خط دفاع قبول میکند علیشیر براتov و این وضعیت رو برطرف کرد. پرتاف انجام داده میشد. اینجا نفهمیم میان اینجا روسونان و سرگئی سکانیان بود که دو بار زود به نزدیک آنها اومد و آنها رو آروم کرد. محمد جان ناسکوف پس به بنجامین امپونسا توپ از میدان بیرون نشد. اینجا اشاره میکند داور کناری که شد. سام جانب هودیزاده پس به اتمov پرتافت بلندی نوبتی از جانب هودیزاده صورت میگیرد. جان تقویزاده توپ را گرفت پس به سرگئی یاورسکی ارسال به خط حمله نوریدین امرقلوف. حمله‌وران دسته وحش موقعیت خود را این حال زودی وصل کرده ایستادند. پس بعد هم نظرف جان تقویزاده توپ را قبول میکند. نمای خوب شهریار عنایت‌الله بود اما نتوانست توپ را بگیرد، هرچند کوشش کرد. باز هم توی جان تقویزاده پس به خفا سرگئی یاورسکی توپ را میگیرد. باز هم به احتم نظرف توپ را روان کرد علیشیر براتov. از به خط حمله مبارزه فخرالدین اتمov بود با حمله ور دسته وحش که موفق نشد.
Асаи вақт бошад, агар 5 бозии охираи ин тимро мо назар кунем, 3 мусовӣ ва 2 бохт дорад. 3 мусовӣ пайҳам дошт дар бозӣ ба муқобили дастаи Парвоз. Мусовӣ кард 1-1. бозии худро бо ҳосилот мусовӣ кард 2-2 ва дар бозӣ ба муқобили дастаи Хуҷанд дастаҳо ба задани гол даст наёфта буданд ки дар доираи бозиҳои даври даҳуми лигаи ӯл баргузор шуд. Ҷарусонана пас ба Шаҳрёри Иноятулло, мисол ба капитани тим Атофи Меҳрубон Ғаффорзода ба Ҷонибек Ҳодизода. Хеле хуб ҳунарнамоӣ кард ба муқобили Бенҷамин Ампонса. Бозам Ҷайрусонана пас ба Шаҳрёри Иноятулло. Зарифзода тӯбро мегирад. Расти канори рости хатти ҳамлаи дастаи Барқчӣ ҳамлаҳо кам ҳастанд. Мирон Мадаменов ғайри қоидаи бозӣ амал кард ба муқобили Микита Татарков. партофти баланд ба самти Муҳаммадҷон Насков. тӯбро тавонист қабул кунад. Мусо Хаворов мубориза мебарад. пас ба қафо Бенҷамин Ампонса. пас ба маркази майдон Микита Татарков. ишол ба канор Турҷон Тағоизода. ишоли нодуруст буд ба самти Атам Назаров. дар бештари бозиҳое ки дастаи Вахш мусовӣ кард, имкони хуби пирӯз гардиданро дошт. ва аслан гуфтем нисбат ба дастаи Барқчӣ, дастаи Вахш бохтҳои кам дорад. анамон мусовиҳое ки бештар буданд боиси он шуданд ки айни ҳол мавқеи дастаи Вахш нисбат ба Барқчӣ поинтар аст. ва айни ҳол ин бозӣ низ мусовӣ ҷараён дорад. 1-1. Бодур Назарзода пас ба Шаҳрёри Иноятулло. қоидаи бозӣ вайрон мешавад. ба муқобили Зарифзода. дастаи Барчӣ дар доираи рақобатҳои ҷоми Тоҷикистон аз ҳаққи идомаи рақобатҳо агар таваҷҷӯҳ кунем ба бозиҳое ки дар ҷоми Тоҷикистон баргузор шуданд, бо бохт аз ҷониби дастаи Истаравшан маҳрум шуд. бозии аввал дар варзишгоҳи дастаи Истаравшан баргузор шуд ки бо инҷои 2-1 ба анҷом расида буд ва баъдан дар рақобати ҷавобие ки дар ҳамин варзишгоҳ сурат гирифт, дастаи Истаравшан тавонист боз ҳам бар Барқчӣ бо натиҷаи 1-0 пирӯз шавад. бо ҳисоби 3-1 Истаравшан роҳи худро ба даври баъдии мусобиқа ба даври чораки финал боз кард ва Барқчӣ бошад аз ҳаққи идомаи рақобату бенасиб монд. дастаи Вахш бошад бозии худро бо мушкилӣ тавонист ба муқобили дастаи Моҳир ки аз ноҳияи Ёвон аст, аз лигаи якум намояндагӣ мекунад, пирӯз шуд. бозии аввал ин тимҳо бо инҷои 3-2 бар нафъи дастаи Вахш ҷанбаҳаст шуда буд. ҷойсол ба дохили ҷаримагоҳ. имконият барои Меҳрубон Ғаффорзода буд, аммо ба тӯб нарасид. баъдан бозии ҷавобӣ бо инҷои 2-1 ба нафъи дастаи Моҳир ҷанбаҳаст шуд ва дар силсилаи зеро бо 11 метра Вахш тавонист Моҳирро мағлуб кунад ва ба даври чорякниҳои мусобиқа роҳи худро боз кунад. тӯб дар идораи бозигарони дастаи Барқчӣ, ҳунарнамои Меҳрон Мадаменов, пас ба қафо Ҷонибек Ҳодизода, исол ба канор Мусо Қаҳоров тӯбро қабул мекунад. ҳамлаи дастаи Барқчӣ метавонад идома ёбад. вақте ба ҳамла пайваст гардид Ҷонибек Ҳодизода, тӯб дар идораи Мусо Қаҳоров аст. пӯғеҷе ки Муҳаммадҷон Насков анҷом дод бенатиҷа буд. бозам Ҷонибек Ҳодизода мехост тӯбро ирсол кунад, аммо саде ки инҷо Муҳаммадҷон Насков гузошт, тӯбро аз майдон берун кард. инҷо кӯшиш мекунад Ҷонибек Ҳодизода ки тӯбро ба маркази ҷаримагоҳ ирсол кунад. ин корам кард.
اینجا غیر قاعده بازی فخرالدین احتماف عمل کرد و چگونه که دیدیم با مقابل سرگئی یاورسکی قاعده بازی رو ویران کرد. و وقتاً چگونه که گفتم از بین این دو دسته که اینال بازی کرده سودان یک تیمش در دور چهارک فینال جام تاجیکستان بازی میکند که نام دسته وحش است و در آن دور با مقابل دسته خوجان بازی میکند. دیدار این تیم ها روز 4 ایول در ورزشگاه وحش برگزار میشه. بازی اولی دسته ها حمله دسته وحش رو متوجه میشیم. پس سرگئی اسکانیان با داخل جریمه گاه امکانیت برای بازیکن دسته وحش شهریار عنایت الله جریمه گاه وارد میشود و صد میگذارد. هرچند بازیکن دسته وحش در همین حالت ضربه کنجی طلب کرده ایستادند اما قرار برآورده خورشید تدپویف دیگر است. او اشاره کرد که باید کای گوتسن توپ را با بازی وارد کند. رومان غفورزاده پس به کنار شهریار عنایت الله توپ را با بهادر نظرزاده پس میدهد. بازم توپ از میدان بیرون شد. هرچند کوشش ها هستند در چند دقیقه اخیر برای زدن گل اما چندان حمله های خوفناک را دسته ها به راه نمیمانند تشکیل هم نمیکنند. بازم قمرالدین غفورزاده فخرالدین احتماف توپ را با مهربان غفورزاده پس میدهد. سلوا کنار جاویدان خوشوقتov فخرالدین احتماف بهادر نظرزاده به خط دفاع آمد. جاویدان خوشوقتov اینجا نتوانست توپ را درست اداره کند اما به هر حال در اداره باقی ماند. بهادر نظرزاده پس به غفورزاده سلوا کنار هادیزاده توپ را قبول میکند. موسی قهاروف برزه میانی او و محمدجان نسکوف اینجا با نفع نسکوف جمع بست کرده. یاورسکی باشد توپ رو با فاستوف برمیگرداند و پرتافتی که از جانب دروازه‌بان بود با سمت نیمکت ذخیروی بود. این پرتافت نوعی که دروازه‌بان دسته وحش رو در همین حالت ما متوجه کردیم. مهربان غفورزاده توپ رو گرفت. صورت افزایی و آوت. توپ رو پرویز با بونظرف از میدان بیرون میکند. توپ به داخل جریمه گاه ضربه مهران مادامینوف و چگونه خوفناک بود چگونه نزدیک بود مهران مادامینوف برای زدن گل دوم خود اما هنرنمای اولی دروازه‌بان دسته وحش دمیترو فاستوف را در همان حالت دیدیم که چگونه توانست از مهارت خوب انفرادی خود کار گیرد و این حالت را برطرف کند. ضربه کنجی است. ظریف زاده در نزد توپ پرتاب با داخل جریمه گاه و این مراتب اکنون بدون یگان مشکلی دروازه‌بان دسته وحش موفق می شود که توپ را بگیرد و حمله دستش را شروع کند. میکیتا تاتارکوف با توپ قرار دارد البته از نیمه میدان هم گذشت. پس به قفا احتم نظرف ارسال با پرویز بابو نظرف پس با سرگئی یاورسکی محمدجان نسکوف توپ را قبول میکند. تامپونس اینجا به حمله پیوست بشود اما حرکت های نسکوف با سمت مرکز بود. علیشیر باروتوف بازم پرتافت بلند از جانب احتم نظرف و سمت جریمه گاه چند کوشش کرد میکیتا تاتارکوف اما با مقابل ژایرو سانان از دست او یگان کار نیامد. اگر با همه اشتراکچیانی که در دور چهارک نهایی جام تاجیکستان بازی میکنند متوجه شویم البته روخت این دور دسته‌های اسخط پنشر سردار روشن پرواز وحش و خوجان به دست آوردند و دسته پنشر باشد تا یک اندازه در این مسابقه هنگام آفری هم کرد.
نماینده لیگ یکم توانست بر دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش پیروز شود و روی خود را به دور چهارک نهایی مسابقه باز کند. پارتو به داخل جریمه گل، ضربه و گل. نوردین امرقلوف در دقیقه 34 رقابت موفق می شود که دسته وخش را به پیش برارد و اکنون پلنگان وادی وخش کامبک هم کردند، توانستند از حساب 1-0 حساب را برابر کنند و اکنون باشد نوردین امرقلوف موفق می شود که دسته خود را به پیش برارد. گل زیبا زد بازیگر رقم 30 دسته وخش، اون که هم در کنار چپ و هم در کنار راست خط حمله دسته وخش انیول بازی کرده ایستاده است و نهایتاً موفق می شود که در داخل جریمه گاه با سر توپ را به دروازه وارد کند. در رقابت دوم بازی خیلی عالی او را ما دیدیم. بازی اکنون ادامه می‌یابد، برتری به جانب دسته وخش است با نتیجه 2-1 این تیم پیش صف است. سرگئی یاورسکی رو برمیگرداند، تو با دست نظر زوده رسید. ضربه جریمه‌ای دسته وخش. ما در مورد دسته پنجشیر عرض زده ایستاده بودیم، دسته که گفتیم بر کلوب مرکزی ورزش ارتش پیروز شد با نتیجه 2-1 در بازی جوابی. رقابت اول این تیم‌ها با نتیجه 0-0 جمع بست شده بود و با این ترتیب پنجشیر توانست را خط دور چهارک نهایی مسابقه را به دست بیارد و جهتی به دست آوردن این قهرمانی رقابت را ادامه دهد. پاس انجام داده می شود. سول با کانور با جانب کلدیزاده، پرتاب با موسی قهارف. سرگئی یاورسکی به موقع خود بازگشت و گذاشتن از او برای قهارف مشکل هم شد. سرگئی یاورسکی یکی از بازیگران با مهارت است که انیول در مرکز خط دفاعی دسته وخش بازی کرده ایستاده است و دلخواه حریف با مشکلی از او میگذرد. در بیشتر دوئل‌ها موفق می شود که توپ را برگرداند. سمجه رسانه نه پس به جانب هودیزاده و ببینید در بیشتر حالت‌ها از بنجامین امپونس خیلی عادی میگذرد اینجا. ما از جانب هودیزاده زریزاده با توپ پس به بودور نظر زاده به حمله پیوست می شود. شهریار عنایت الله با جریمه گاه وارد شد، پاس هم انجام داده می شود به سمت موسی قهارف، اما کم دیگر دقیقیت نرسید به اون ارسالی که ما از جانب بازیگر شماره 55 دسته برچی در همین حالت دیدیم. ادامه مبارزه جرسونانه، صدگذاری خیلی خوب از جانب توجون تقویزاده بود. حمله ادامه می‌یابد، ضربه نوبتی با سمت دروازه نوردین امرقلوف اینجا چی کار میکند؟ قریب بود که گل دوم خود را بزند اما موفق نشد. چگونه که دیدیم برخورد جدی هم بود میان او و بازیگر دسته برقچی، کمی آسیب هم میگیرد. از شدت درد اینجا آه میکشد نوردین امرقلوف از آن واکنشی که نشان داده ایستاده است میتوان خلاصه کرد که آسیب برداشته‌اش جدی به نظر میرسد. اما به هر حال متوجه میشیم که این بازیگر میتواند رقابت را ادامه دهد و یا نه، چون که الکی او سخن خود را در بازی امروزه گفت، توانست دسته وخش را به پیش برارد. باید چند دقیقه رو در بیرون میدان سپری کند تا که با حالت خود برگردد، با حالت خوب ورزشی خود وضع سلامتی خود رو کمی بهتر کند و بعدا میتواند باز هم با میدان وارد شود و دسته وخش رو کمک کند. مهربان غفارزاده روی اداره میکند، کاپیتان دسته بخشی، پس به بهادر نظرزاده به سمت میدان، به سمت مرکز میدان حرکت کرد. بازم پس به خفا فخرالدین احتماف
صوبه کنار شهریار عنایت‌الله مثال به سمت ظریف ظریف‌زاده پاقجه که انجام داد تاجان تقای‌زاده اینجا به نتیجه بود سرعت افزای ظریف‌زاده رو متوجه میشیم و نتوانست در آخرین فرصت حمله رو ادامه دهد چون که تاجان تقای‌زاده توانست به قفا برگردد و از عهده اجرای وظیفه خود در همان حالت به خوبی برآید. در همین حالت هم ببینید که جانی بک هودیزاده به مقابل بنجامین امپونس خوب بازی میکنه. باز هم این دوئل پرتاب به داخل جریمه‌گاه و اینجا اکنون توپ از میدان بیرون میشود. در شروع رقابت کنار راست خط حمله دسته وحش فعال بود. و این حال باشد کنار راست نیست ایسته فعال میشود. محمد جان اسکف تو بعد دست مساخوارف رسید. ویدای بازی اینجا از جانب جاویدان خوشوقتف ویران شد به مقابل پرویز بوبونازارف. این حال بیشتر وقت بازی در مرکز جریان دارد در مرکز میدان. سرگی یاورسکی حتی به خط حمله به محمد جان نسکف و اینجا جانی بک هودیزاده خوب بازی کرد و نوبت رو برطرف کرد. کمتر از 5 دقیقه دیگر باقی ماند تا با انجام قسم اولی بازی تا انجام وقت از اولی بازی. حساب 1-2 دسته وحش پیش صف است. با گل زده سرگی اسکانیان و مورد امرو قولف. گل دسته بارخچی را باشد مهران مدامی نفسد. ظریف زاده سرعت افزایی و گزارش خیلی عالی از جانب ظریف زاده که او توانست پرویز بوبونازارف را بگذارد. مبارزه میان او و بنجامین امپونس پس به سمت جریمه‌گاه اما جاویدان خوشوقت به توپ نرسید. اکنون حمله جوابی دسته وحش را متوجه میشویم. سرگی اسکانیان با توپ و مقابل او جانی بک هودیزاده مبارزه میگوارد. چگونه هنرنمای خوب امروز در کنار راست خط دفاع دسته بارخچی جانی بک هودیزاده از عهده اجرای وظیفه خود عین حال به خوبی برآمده ایستاده است. شهریار عنایت‌الله پس به ظریف زاده باز هم ارسال به خفا فخرالدین احتماف غفار زاده نوبتی باشه که بازیکن دسته بخشی پس به جاویدان خوشوقتف ضربه به سمت دروازه و از پهلوی دروازه تو برکت میکند و از میدان بیرون میشود. دمیتروف استوف اکنون باید دیگر بار توپ رو به بازی وارد کند. اگر به تاریخ بازی‌های دایر کرده دسته‌های بارخچی با وحش توجه کنیم بازی‌های بین همدیگری 5 بازی اخیر را اگر بین نوبت بگیریم 3 دفعه بارخچی پیروز شده است، 1 دفعه وحش و 1 بازی دیگر مساوی جمع بست شده است. آخرین دفعه که وحش پیروز گردید گفتیم در همین موسم بود در 5 بازی اخیر و دسته بارخچی باشد در سال 2025 در موسم قبلی مسابقه بر بخش 5-1 بر 0 پیروز شد. بازی که مساوی جمع بست شد 2-2 بود در
موسم قبلی بود که دسته‌ها بازی خود را مساوی جمع بست کردند. قبل از آن باشد برخچی مساوی 1-0 پیروز شد. نتیجه کلونکی از سال 2021 با این سو برخچی را شکست داد از 5-0 بود که در سال 2021 این رویداد اتفاق افتاد و یکی از دو گل همون رقابت رو از نورالدین همروخولوف زده بود. سعید بزرگوف یک گل دیگر زد. اینجا بزرگوف گل زد. یک گل دیگر رو باشد جان کاتن که دفاعگر دسته برخچی بود در همون حالت در همون موسم مربوطی نام خیش کرد همچون خود گل. جان ناسکوف جایروسونان رو مبارزه میبرد. با فایده دسته وحش است. بارتوفت مهران مدامینوف سالی نشاندن خوب پرویز بوبونظرف توپ رو با فاستوف برمیگرداند. جو کمی سر و سیام هم شدند بازیگران دسته وحش مخصوصا خود پرویز بوبونظرف که توپ رو برگرداند با فاستوف باشد اون از میدان بیرون کرد. فخرالدین اتموف باز هم آماده می شود که توپ رو با بازیگری کند از اول. پرتافتی بلند با سمت جریمه گو جایروسونانا باز به شهریار نتلو پرتاب به داخل جریمه گو امکانیت نوبت ضربه جاویدان خوشبختov بود به سمت دروازه اما کم پهلوتر. اگر دقیق تر هم زد در همون حالت به سمت که ضربه زد دروازه‌بان اون رو برمیگرداند. و نیمه اولی بازی داور اساسی خورشید تاتابویف 3 دقیقه اعلام میکنند. حمله دسته وحش رو متوجه میشویم. اینجا فرصت داده نشد برای سرگی اسکانیان. از بخفو ظریف زودا مبارزه میبرد. اینجا موفق شد در برابر احتام نظرف. اکنون باشد نظرف توانست بازم توپ را بگیرد. نورالدین همروخولوف با توپ. حمله دسته وحش ادامه دارد. تویجان تقوی زاده پس به داخل جریمه گاه موقعی که در اینجا جانبک هودی زاده بود. بنجامین امپونسا پس بخفو محمد ناسکوف بازی ادامه دارد. ارسال هم با پرویز بوبونظرف انجام داده شد. میکیتا تاتارکوف پس به احتام نظرف ارسال به کنار تویجان تقوی زاده توپ را قبول میکند. شهریار نتلو با مبارزه برده شده است. پس به داخل جریمه گاه و یک گوتسون توپ را برگرداند و اینجا جانبک هودی زاده پس به سمت محمد ناسکوف بود. پرتاف به داخل جریمه گاه و امکانیت نوبتی هم اینجا به نتیجه به انجام رسید. چند تغییرجان تقوی زاده توانست توپ را ضربه زند اما با برخورد با شهریار عنایت الله سرعت حرکت توپ پاس شد و کای گاتسون آن را داشته گرفت. حرکت خوب مهران مدامینوف ببینید که چگونه از مهارت خوب انفرادی و مهارت خوب گزارش خود در همان حالت حمله‌آور مرکزی دسته برخچی استفاده میبرد. شهریار نتلو پس با بهادر نظرزاده بازم توپ را قبول کرد. مبارزه نورالدین همروخولوف بود. شهریار نتلو پس با جایروسونانا حرکت های اونانا پس بخفو مسئله جیدان خوشوقتov با سمت مهربان غفارزاده پس به جانب هودی زاده امپونسا. ببینید در همه حالت‌ها در همه دوئل هایی که میان جانب هودی زاده و بنجامین امپونسا با وجود میاد هودی زاده میتواند از امپونسا بگذرد. سرگی اسکانیان توپ را قبول کرد از ارسال همروخولوف. مبارزه جیدان خوشوقتov بود. فایده بازی هم به مقابل سرگی اسکانیان ویران میشود. ضربه جریمه‌ای است. ناسکوف توپ را بر تاتارکوف واگذار کرد.
توفت بالند با سمت جریمه‌گاه یک ارسال دیگر و کای گوتسون تونسته بود با دستش بگیرد. موسی خاهورف را قبول میکند. برزه او و میکیتا تاتارکوف. جروسونانا صورت افزایی پس به خاهورف و اینجا سرگذاری محمد جان ناسکوف بود و اینجا قاعده ویران کنی رو گرفت و بعداً صدای هشتک خود رو بلند کرد. قسم اولی رقابت دسته‌های برقچی و وحش در دایره رقابت‌های دوره 12 لیگ اولی با نتیجه 1-2 جان بست می‌شود. گل‌های دسته‌های وحش را در رقابت امروزه سرگی اسکانیان و نوریدین امروخلوف بعد افزایندند. گل دسته برقچی را باشد مهران مادامینوف. دسته‌ها تنفس می‌کنند. ما از 15 دقیقه تنفس می‌کنیم و بعداً برمیگردیم تا این بازی جالب را قسم دوم آن را یک جا با شما تماشا کنیم. بگیریم ما باشد. Już zaczyna pistę. To już zaczyna pistę.
دوستان عزیز و ارجمند ادامه دارد گزارش مستقیم ما از جریان رفقات‌های دسته‌های برقچی و وخش که در دایره بزرگ دولت اوضاع می‌گیرند. مثلا بازی کردن سودان نیمه اولی بازی با نتیجه 2-1 و نفع دسته وخش به انجام رسید. بعد بازی کردن دسته وخش چیزی در دقیقه 6 موفق به باز کند و با حضور 10 دقیقه 4 دقیقه در دقیقه دوم سرویس کردن باشد با صدای که خورشید تابویف قسم دوم بازی دستان شروع نکرده از مرکز میدان بازی کننده بخشی شروع به بازی وارد شد بیشتر مسخوارف پیوست می شود همچون حمله بر دسته وخش در دفاع 4 بازیگر هستند که آنها سرگی ورسخیل شهر براتف تنز
ضربه با سمت دروازه و یک مات و این سیو مهم عالی تست بازی و قرد بگیرد چگونه فرصت خوبه که برای بازیگران سیو بخش میداد و وجود آمد او به نتیجه مجاوز کرد باز هم ضربه کنجی است ضربه کنجی در قسمت بازی باید بیشتر بود اساس درک مدیت خیلی است سیو بخش در قسمت فشار بیشتر کرد اصلا داخل جریمه ضربه مساعد یک ارسال دیگر از جانب بورسکی امکانیات ضربه و ببینید که در آخرین فرصت مهربان غفارزاده چگونه عالی بازی میکند و چگونه این امکانیاتی که وجود آمده رو به نتیجه و انجام میرساند برطرف کرد وضعیت خوفناکی که با وجود آمده در آخرین فرصت در آخرین حالت دسته برچی با بازی رو گل داد غلبه در بازی امروزه دسته فخش میتواند موقع خود را در جدول مسابقه بهتر کند اگر در انتظار دسته فخش پیروز شود شماره امتیازش به 16 عدد میرسد و جای برقچی را اشغال میکند و جای ششم میبراید دسته برقچی باشد منتظر میشود نتیجه دیگر بازی ها را وقت است 30 دقیقه دیگر وقتی اساسی و در این مدت اگر فشار بیشتر شود اگر توجه به خط حمله بیشتر شود
باید اکنون از ضبط با بازی وارد شود. از فرصتی که قبلا داشتند مهمانان استفاده نبردند.
از اوت سرعت بگیرد و نفع بازیگران دسته وخش است. پرتافتم انجام داده می شود. مویسوله که انجام داده شد بلندتر بود. مبارزه ادامه دارد. درجان تقویز و در چند کوشش کرد اما توپ از میدان بیرون کرده. بازم سرگی یاورسکی پاس به خفو. محمد جان ناسکوف توپ رو بعد میتروفاسوف پاس میدهد. الشیر باروتوف نیکیتا تاتارکوف توپ رو صاحب کرده. نیستو با کانور. بازم درجان تقویز داده. جگنه گفته مینول کانور چپ خط حمله دسته وخش فاولونا بازی کرده است. بنجامین امبونسا بازم میسال با درجان تقویز داده. ظریف زده بگیرد. بنجامین امبونسا بازو گرفت. ضربه امبونسا فراسش بود و جای رسانان و توپ سمت حرکت خود را تغییر داد. ضربه خروجی نوبتی امکانیت نوبتی برای بازیکن دسته وخش در همین حالت به وجود میآید. بازم احتم نظرف با نزد توپ میرود و آن را به داخل جریمه‌گاه و بازیگرانی که الکی آمودند که توپ را قبول کنند ارسال کرده خواهد شد. پرتاف انجام داده میشود. در قسمت دوم الشیر باروتوف چند کوشش کرد اما به توپ نرسید. گسکونی بازیگر است در هیئت دسته برچی. شهریار اینویت الله از میدان گرفته می شود و از این به بعد در جای او علی سرایف بازی رو ادامه خواهد داد. بازیگر رقمی 3 و این گسکونی که الفبک بیراموف کرد وابسته به موقع بود. در جای دفاعگر رو به بازی وارد کرد. دومین بازیگر بود که از هیئت ذخیره دسته برچی به بازی وارد کرده اما سرمربی دسته وخش ظریف عثمانوف تا به حال یگان بازیگر را از نیمکت ذخیره به بازی وارد نکرده است. بازی ادامه دارد. توپ در اختیار بازیکن دسته برچی است. سوخاهاروف توپ به سمت ظریف زده اما کمی سرعت توپ بلندتر بود. نوبتی به خط حمله نوردین امراقولوف اینجا اشاره میکنند سه بخش هم ادامه می‌یابد. مهران مدامین فهمو در آخرین فرصت سرگی یاورسکی این حالت رو برطرف می‌کند. پرتافت تاتارکوف با خط حمله نوردین امراقولوف مبارزه می‌برد با بازیگری که نوک از هیئت ذخیره بر خود وارد شد. علی سرایف موفق می‌شود. امراقولوف توپ در اختیار او است. پرتافت به سمت میکیتا تاتارکوف. کوشش علی سرایف به نتیجه بود. احتم نظرف صورت افزایی و مهران مدامین مبارزه می‌برد. بازم احتم نظرف دقیقه 75 بازی جریان دارد و ما در قسم دوم شاهد گل نشدیم. تو این دقیقه ها ضربه از مسافت دور بود از جانب درجان تقویز داده.
سه گله که در بازی امروز تا به این دقیقه بعد رسانده شد در نیمه اولی بازی بود. بالاخره ششم مهران آدمی نفس رو باز کرد. در دقیقه دهم سرگی اسکانیان گل زد. در دقیقه 34 باشد نوری‌الدین امروخلوف دسته وخش رو با پیش برآورد. بازم پرتافت انجام داده می شود از جانب سرگی اسکانیان. در دوره بازیکن دسته وخش بود اما نتوانستند آن را تو بگیری دوره کنند. ظریف زوتا سرگی یاورسکی پاس به نظرف تورجان تقوی‌زاده تبرزایی می شود. ارسال به سمت پیش خویده بازی به مقابل سرگی اسکانیان بیرون نشد. بازم تورجان تقوی‌زاده پاس به اتم نظرف. اینجا یک دیگر فهمی تورجان تقوی‌زاده و اتم نظرف در همین حال درک نکردن. انتظار داشت اتم نظرف که به کنار چپ حرکت میکند تقوی‌زاده اما این کار را نکرد. همین خاطر توپ را بازیکن دسته وخش از دست داد. بازم سرگی یاورسکی پاس به کنار بازیکن دسته وخش می‌بیند. سخاوارов مدار نظر داده توانست از آن سربازان کند توپ را اونها نباشد و جاویدان خوشوقتیف توپ پاس میدهد. علی سرايف انتخاب به خط حمله که ایستالی خوب هم بود اما محمدجان نسکوف درست توپ را قبول نماید. بازم اتم نظرف تورجان تقوی‌زاده علیز بابا نظرف توپ را به سرگی یاورسکی پاس میدهد. امپومسا صورت افزایی او از دو تن از بازیگر دسته وخشی گذشت. پس از بین بازیگران به سمت سرگی اسکانیان حمله خیلی خوب پیوست میشود. میکیتا تاتارکوف اما علی سرايف برطرف کنند. نتوان باشد با یک چرخش و ظریف زاده رسانید. اما اینجا ظریف زاده با دست بازی میکند و ضربه جریمه‌ای هم تعیین شد. تورجان تقوی‌زاده کمی اوسب هم میگیرد. خورشید دبایف باشد و طبیبان اشاره میکنند که باید زود با کمک رو پیشی تابند. اصلا تورجان تقوی‌زاده این حال در کنار چاپی میدان بازی کرده ایستاده است در خط نیم حمایه و یکی از فعالترین بازیگران دسته وخش در همین کنار هم است. بیشتر حمله ها توسط او جریان میگیرند. در بیشتر حمله های دسته وخش سهم دارد. پیوست‌کنی بازیگر باید صورت بگیرد در هیئت دسته وخش. پرویز بابا نظرف از میدان گرفته می شود و به جای او بهروز خوجایف بازی وارد می شود. اولین بازیگر بود که از هیئت ذخیره به بازی وارد شد در هیئت دسته وخش. بهروز خوجایف حمله‌ور است. پرویز بابا نظرف باشد نیم حمایتگر. یعنی این دلیل آن است که ظریف عثمان به خط حمله توجه را بیشتر میکند. ضربه هم انجام داده شده با کمی بلندتر. علی سرايف اتم نظرف توپ را میگیرد. کوشش های او شد و
Барбоса. Исоп ба Мамаҷон Насков. Сергей Сканян ба дохили ҷаримагоҳ. Дар майдон аст. Зарба ба самти дарвоза ва чӣ гуна наздик буд. Тоҳирҷон Тағоизода барои ба ҳисоби бозӣ нуқта гузоштанд. Аммо чӣ гунае ки мебинем зарбае ки Тоҳирҷон Тағоизода анҷом дод каме паҳлӯтар аз дарвозаи Кояк Готсон ҳаракат карда аз майдон берун шуд. Самикита Тадарков бо топ аз ба Тоҳирҷон Тағоизода ҷаримагоҳ ворид мешавад. Тоҳирҷон Тағоизода зарба ба самти дарвоза ва бубинед се бозигари дастаи Вахш дар дохили ҷаримагоҳ ирсоли Тоҳирҷон Тағоизодаро мунтазир буданд. ва дар бештари ҳолатҳое ки Тағоизода ба бозӣ ворид ба ҷаримагоҳи дастаи Бахшӣ ворид мешавад, тасмим мегирад ки худ зарба занад. ва дар ҳамаи ҳолатҳое ки ӯ зарба зад, Кояк Готсон муваффақ шуд ки ҳолатро бартараф кунад ва дар баъзе ҳолатҳои дигар бошад зарбаҳо ноаниқ буданд. артуфти Атам Назаров ба дохили ҷаримагоҳ зарба бо сар ва ин ҳолат бартараф мешавад. аввалин зарбаи Беҳрӯз Хуҷаев буд баъд аз оне ки ба бозӣ ворид шуд. артуфти Ҷаҳид Русонана ба Зариф Зарифзода ту аз майдон берун мешавад. Атам Назаров ро мегиранд бозигони дастаи Бахчӣ. Али Сараев, Сухаҳоров рӯсоев гардид пас ҳам анҷом дода мешавад. Ҷойдон Хушвақтов бозам Мусухаҳоров ро қабул кард. Ҷойдон Хушвақтов баъд аз оне ки Мирбон Ғафурзода аз майдон берун гардид, дастбанди капитанӣ ба дасти Ҷойдон Хушвақтов овезон гардид. бозигари асосии он капитани асосии дастаи Бахшӣ Азизбек Далиев аст ки айни ҳол масави ҷароҳат 33 сола аст ки ба даста кӯмак. Ҷайрусонана пас ба Ҷовидон Хушвақтов. Фахриддин Ахтамов идомаи ҳамла пас ба дохили ҷаримагоҳ кӯшишҳои Зариф Зарифзода бенатиҷа буд. Никита Татарков. Фахриддин Ахтамов фаъол мешавад, тӯбро бар мегардонад. Сухаҳоров замирсоз зарба ба самти дарвоза, аммо каме паҳлӯтар зарба иҷро карда шуд аз ҷониби Идибек Ёқубов. Идибек Ёқубов ҳамон бозигаре аст ки дар қисми дуюми бозӣ ба бозӣ ворид шуд ба ҷои Шаҳриёри Иноятулло. аввалин зарбаи ӯ ҳам буд дар рӯзи имрӯза пас аз оне ки ба бозӣ ворид шуд. корти зард ба Дмитров Аслов бинобар сабабе ки вақтро кашол дода шудааст. дуюмин корти зард дар рақобати имрӯза аз ҷайби Хуршед Дадабоев берун шуд ки ҳардуро ҳам ба бозигари дастаи Вахш нишон дод. аввал дар рақи 51 ба Сергей Сканян ва дар рақи 85 ба Дмитров Аслов. бозам фоидаи бозигар мешавад аз ҷониби Бенҷамин Амбонса. ду бозигар аз ҳайати захираи дастаи Вахшӣ ба бозӣ ворид шуд, як бозигар аз ҳайати захираи дастаи Вахш. Бартов ба самти ҷаримагоҳ зарба ва гол! ҳисоб тағйир меёбад ва дар рақобати имрӯза Баҳодор Назарзода низ муваффақ мешавад ба задани гол. ҳисоб баробар шуд. дӯстони азизу арҷманд, бозигари рақами 18 дастаи Бахшӣ муваффақ шуд ки дастаро ба рақобат баргардонад ва акнун дар 5 дақиқаи охир дастаҳо барои ба даст овардани 3 имтиёз муборизаро идома хоҳанд дод. чӣ гуна фурсат буд ва чӣ гуна Дмитров Аслов имкон дошт ки ин зарбаро баргардонад, аммо муваффақ нашуд. чаро? чунки зарбае ки мо аз ҷониби Баҳодур Назарзода дидем дар сатҳи хеле олӣ буд ва сахту мустаҳкам анҷом дода шуд. зарбаи устувор буд ва маҳз аз ҳамин хотир дарвозабони дастаи Вахш натавонист ки онро баргардонад.
پاس به سمت ظریف زاده. حمله نوبتی به اشتراک بازیکن دست بخشی کشور ظریف زاده و اینجا حمله از جانب علیشیر براتوف خط گردید و کارت زرد هم و این بازیگر با احتمال زیاد نشان داده خواهد شد چون کلک اون در دستان خورشید تدبویف است. و کمک طبیبان احتیاج پیدا میکند بازیگر دسته وحش علیشیر براتوف. در مرکز خط دفاع تا به اول بازی خوب نشان داده است. نهایتا کارت زرد هم نشان داده شد با علیشیر براتوف در دقیقه 88 بازی. باید چند دقیقه رو در بیرون میدان سپری کند تا که بحث سلامتی خود را برقرار کند و بعدا به بازی برگردد. علیشیر براتوف و این نبودن بازیگر مرکزی خط دفاعی دسته وحش برای برخچه امکانیت است. سرگی یاورسکی باز هم توپ رو برطرف میکند. در نظر زاده ضربه با سمت دروازه از جانب موسی خهورف. موسی خهورف تجربه خوبی از مسافه های دور گل زدن رو دارد. بازم کنترل فصل پس به سمت تایجان تقای زاده حساب میکیتا تترکوف جایدان خوشبخت با مبارزه میبرد و فایده بازی را محروم کرد. دو بین دقیقه ها سه کارت زرد نشان داد خورشید تدبوی فرس اون و بازیگران دسته وحش نشان داده شد. دو نظر زاده پس با ظریف زاده کوشش های ظریف زاده اما نتوانست از جان تقای زاده گذارد. نه بازی رو ظریف زاده باید وقتم نظرف جان تقای زاده ترکو فلکه اومده است که دوباره قبول کنند. بله قبول کرد زاده خفا وقتم نظرف سرگی یاورسکی حسام نظرف در نیمه میدان دسته بخشی بازی کرده ایستادند میمونان. بازیگران هیئت ذخیره هم ایسته با بازی باید وارد شوند در هیئت دسته بخش. عوض‌کنی است در بازی امروزه. بازیگر شماره 4 در هیئت دسته بخش با بازی وارد میشود شهزاد دولتوف و اینچنین بازیگر رقم 77 اکبرجان جبورов از میدان باشد. سرگی اسکانیان گرفته شد. ظریف زاده سالم انجام داده می شود. پنج دقیقه علاوه می شود. نه 6 دقیقه با وقت اساسی. جایدان خوشوقته موسی خهورف فرصت ادامه دارد. بازم موسی خهورف بازم تایجان تقای زاده پس به خفا سرگی یاورسکی توپ مهرجدین روز خف پاس داده شد. مهرجدین روز
روزقف با جای علیشیر باروتوف با بازی وارد شد. مهرجدین روزقف اصبحت هم نظره سلام انجام داده می شود با کنار با اکبر جان جبورov برای بازیکن دسته بخشی پاس به سمت ظریف زوده ادامه حمله رو توسط کنار راست متوجه میشیم اما سرگذاری مهرجدین روزقف بود با ظریف زوده نظرف ارسال با خط حمله فرصت نوبتی برای بازیگران دسته وحش بود اما چگونه این ارسال را نتوانست درست قبول نماید بهروز خوجایف تو در اداره مهرجدین روزقف پس با سمت اکبر جان جبورov باز هم روزقف سرگی یاورسکی مهرجدین روزقف پیش حرکت میکند دفاعگر شماره 4 دسته وحش پس با خط حمله نوردین همراه قولف ارسال نچندان خوب انجام داد باز هم کشوی مهرجدین روزقف مبارزه میبرد با ظریف زوده و موفق هم گردید ظریف زوده حمله دسته بخشی را ادامه میدهد پس انجام داده شد پوغجی که از جانب مهرجدین روزقف دیدیم این حالت را توانست که برطرف کند مهرجدین روزقف ضربه کنجی است با فایده دسته بخشی و آن را ظریف زوده اجرا میکند پرتو با داخل جریمه گاه سرگی یاورسکی اولین شده به توپ رسید میخواست توپ را دور کند تا جان تقوی زوده اما موفق نشد بازم توپ در دوره بازیکن دسته وحش است مهرجدین روزقف مبارزه برد یک پرتافت بلند دیگر اما نوانق بود اون عملی که از جانب جونیبک هودی زوده ما دیدیم مهرجدین روزقف پس به سرگی یاورسکی پرتافت و نوردین همراه قولف جیروسونان هم مبارزه میبرد فخرالدین احتماف جونیبک هودی زوده را توانست برگرداند مهران مدامینف چند کوشش کرد اما به توپ نرسید مهرجدین روزقف پس به احتم نظرف پرتو به سمت جریمه گاه است امکانیت برای بازیگران دسته وحش و بازم بهادر نظر زوده موفق می شود که این حالت را برطرف کند پرتافت یاورسکی اما بلندتر بود تو جان تقوی زوده اینجا بار میخورد با جونیبک هودی زوده پرتو به سمت دروازه‌بان با دمیتروف استاف آمنجان ناسکف پس به خفو قمردین غفارزاده هم اسرار قیامتین و بلال بوپویف آمدند که به بازی وارد شوند در هیئت دسته بخشی ضربه به سمت دروازه و اینجا مشاهده کرد که دروازه در موقع پیشتر قرار دارد توپ را ایستگاه کرد و ضربه هم زد به سمت دروازه بازیگر دسته بخشی اما دمیتروف استاف توانست توپ را برطرف کند
و با این ترتیب با صدای اشتک خورشید دادابویف بلند می شود و رقابت امروزه میان دستای برقچی و وحش نترش بانجه 2-2 جنباز گردید. گل ها را از هیئت دسته وحش در بازی امروزه نورالدین امراخلوف و سرگی اسکانیان مربوط نام خویش کردند و بازیگران دسته برقچی بهودون نظرزاده و مهران مدامینوف نیز توانستند که با زدن گل دست یابند و بازی امروزه جلوی بعدیدن صورت گرفت و آن مساوی جنباز شد. در همینجا گزارش مستقیما از با انجام رسد فردوس عظیم‌زاده بودم که این بازی رو یک جا با شما تماشا کردم. با سلامت و موفق باشد و همیشه رقابت‌ها در دایره لیگ عالی رو پیگیری کنید. خیر.